به دوری ها سفر می کردم و چه به چشمانت نظر می کردم و چه غرق اشک چشمان به نورت دلم خون جگر می کردم و چه دعای نیکت من را هم سفر بود به خواست حق مرا دور از خطر بود چون اطفال گریه کرده حرف بر لب خدا یارت مددگارت پسر بود به دوری ها پیامت می رسید باز گه حلوای و نانت می رسید باز گه از گوشک تلفن خانه صدای شعر ز جانت می رسید باز آچه به دوری ها گسیلم می نمایی به بازگشت از سفر در می کشایی کجایی آچه جانم کجایی کجایی نور چشمانم کجایی